آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. آمدم تا ظلم و استبداد ظالم بشکنم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقهوا قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را که از درس عقیده عبارت است، اساس دین عقیده است، به دیگران رسانید و گوش دهید، بهره برید، عقیده خود را مستحکم کنید و دیگران رسانید و از پاداش نیک محروم نشوید. شرح کتاب اصول سیگانه درس دیگم. در درس پیشین گفته بودیم که شناختن الله و شناختن دینش و شناختن اسلام با دلیل هاش. امروز درباره دوم چیز العمل به و سوم چیز الدعوه الیه. العمل به ای عمل به همین چیزهایی که ما گفتیم، عمل کردن، ای عمل کردن به آن چیزی که طلب میکند. چی طلب میکند؟ همین شناختن الله، شناختن همین معرفت. چرا طلب میکند؟ ایمان به الله طلب میکند که انسان باید به الله ایمان بیارد و برپا شود به طاعتش، تن دهد، فروتن شود به طاعت الله. به چی؟ به سرخمی و ادا کردن امرهایی که الله عز و جل و رسولش کرده است و دور شدن از آن چیزی که نهی کرده است، از عبادت‌های خاص و عبادت‌هایی که گذرنده هستند، به دیگران میگذرند. عبادت‌های خاص مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، و عبادت‌هایی که میگذرند منفعتش به دیگران مثل چی؟ مثل امر به معروف و نهی کردن از منکر و جهاد در راه الله و دیگر عملها. عمل در حقیقت این چی است؟ این میوه علم است. یعنی که علم یک درختی است و عمل میوه او است. علم به عمل این چی است؟ این مثل مانندی به یهودان. و کسی که عمل میکند و علم ندارد، به علم عمل میکند، فقط مانندی به کی میکند؟ به نصارا. برای همین هم انسان باید علم داشته باشد که عمل کند. انسان باید هم علم داشته باشد و هم به همون علمش عمل کند. علم چی؟ علمی که علم کتاب و سنت، که آنچه که الله و رسول گفتند به همون داند، به همون عمل کند، نه به هوا و هوس خود. سیم گفتیم الدعوه الیه. دعوت به سوی چی؟ به سوی دین الله، به سوی الله، دعوت به آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آورده است از شریعتش، به همون مرتبه های 3 مرتبه یا 4 مرتبه که دارد. شکلی که الله عز و جل می فرماید در سوره نحل 125 آیت: بسم الله الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الله چی میگوید؟ ای پیامبر، مردم را با حکمت و گفتار استوار و منطقی و پندی نکو برای پروردگارت بخواد، دعوت بکن، و با مخالفان به شیوهی که نکوتر است بحث و گفتگو کن. باز الله عز و جل می فرماید در سوره عنکبوت: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. و با اهل کتاب جز با بهترین شیوه بحث و مجادله نکنید، مگر ستمگرانشان و به آنان نگویید. مگر ستمگران، یعنی با اهل کتاب بحث نکنید، مجادله نکنید جز با بهترین شیوه، مگر آنانی که ستم ورزیده اند در برابر شما، یعنی آنانی که ستم ورزیده اند با آنان سختگیر باشید. در اینجا الله چی میگه؟ دعوت با حکمت، با پند و حکمت و یک موعظه نکو و با راه بهترین بحث و مناظره و یک شیوه نکو باید بکنی. حتی اهل کتاب به شیوه نکو باید چکنی؟ بحث مناظره کنی. انسانی که دعوت میکند به همین شریعت، به سوی الله دعوت میکند، باید در راه دعوتش علم داشته باشد، یقین داشته باشد. در مسئله که دعوت میکند باید یقین او را بداند و علم داشته باشد. چقدر که الله عز و جل میفرماید در سوره یوسف 108 آیت: قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشرکین. بگو این راهی من است که من و هر کسی پیروی من است، بر پایه بصیرت، علم و یقین و بینایی به سوی الله دعوت میکنیم و الله از هر عیب و نقص
پاک است و من از زمره مشرکان نیستم. بصیرت این چی است؟ دانستنی چیزی، یقین دانستنی چیزی، همون چیزی که تو به همون دعوت میکنی مردم، باید همون چیزی تو باید بدانی، یقینا باید بدانی. و باید دعوتگر دانا باشد، عالم باشد به حکم شرعی که دعوت میکند و به چگونگی دعوت را بداند و همون حالی که همون انسانی که دعوت او را میگه حال او را بداند چقدر علم دارد و به کدام راه او را باید دعوت کند. و پرتوهای دعوت و ساحه‌های دعوت بسیارند، مثل که دعوت به سوی الله با خطبه کردن، با درس دادن، با نوشتن مقاله، اینم دعوت می شود. با حلقه های علم دعوت به سوی الله، به حلقه های علم دعوت به سوی الله، به نشر دین، به نوشتن کتاب، طریق تعریف کردن کتاب، دعوت در مجلس های خاص، در یک جایی که انسان نشست در اونجا مردم گردش هستند دعوت میکند، اینم یک راهی از دعوت است به سوی الله عز و جل. دعوت این وظیفه پیغمبران است علیهم السلام و اون کسانی که آنها را پیروی میکنند به نکویی پیروی میکنند. وقتی که انسان دانست معبودی بر حق خود را و پیغمبری خود را و دین خود را و الله برای او منت آرزویی کرد، منت ارزانی کرد، توفیق داد، پس برای او واجب است که کوشش و تلاش کند. در چی؟ در کمک دادن، نجات دادن برادرانش. به چی؟ به دعوت آنها به سوی الله و آنها را مژده دهد به خیر. چنانکه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را میفرماید در روز خیبر برو، یعنی که معنا دارد که آهسته برو، آهسته قدم بزن، حتی که در پیش آنها که رسیدی پس آنها را به اسلام دعوت و آنها را آگاهی و خبر ده به آنچه که برای آنها واجب است از حق الله تعالی در آنها، که آنها الله بر بالای آنها چه حق دارد، آنها را آگاهی ده. پس پیغمبر بس الله سوگند میخورد که لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لك من حمر النعم، که اگر الله به سبب تو یک مرد را راهنمایی کند بهتر است برای تو از همون شتران سرخی که اون قدر گرانبها کنه که ارزش بزرگی داشتند در اون پیش. حدیث صحیح است. و باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث امام مسلم که کسی که به یک چیز نیک، به یک راهنمایی، به یک خیر دعوت میکند مردم، پس برای او اجر است مثل همون اجری که همون مردمانی که پیروی میکنند مثل همونها اجر میگیرد. یک کس دعوت کردی، نماز خواند، پس تو در همون اجر نماز اون شریک هستی. شریک وای نماز میخواند اجر میگیره، تو هم از اجر نماز او اجر میگیری، از اجر او ذره کم نمیشود، مثل همون اجر میگیری. و کسی که به یک گمراهی، یک چیز بدی و گمراهی دعوت میکند مردم، پس او گناه میگیرد مثل همون انسانی که همون کار انجام میدهد، گناهگار میشود، کار حرام باشد. همین انسانی که او رو به همون کاری بدی دعوت کرد مثل همون گناه میگیرد، از گناهی همون انسان ذره کم نمیشود. و باز پیغمبر بزرگوار در حدیث امام مسلم میفرماید که کسی که به یک خیری دلالت میکند، مردم راهنمایی میکند، پس برای او مثل همون پاداشی فاعلش است، همون کنندش است. چهارم گفتیم الصبر علی الاذى فیه، صبر کردن در اون اذیت و عذاب و شکنجه‌ای که انسان در راه دعوت می‌بیند، انسان باید صبر کند. صبر این چی معنا دارد؟ صبر اصلا این حبس کردن نفس خود به طاعت الله می‌دارد. نفس خودش به چی؟ به طاعت الله، در طاعت الله نفس خودش می‌دارد. و انسان باز نفس خود را حبس می‌کند، می‌دارد از چی؟ از معصیت الله، نافرمان روی الله، برای نافرمان روی نکند. و انسان باز می‌دارد یا که حبس می‌کند نفس خود را از چی؟ از خشم و غضب به قضا و قدر الله. یگان مصیبت بلایی که دچار شود انسان باید خود را بدارد و یگان اظهار خشم و غضب نکند برای الله. پس دائما انسان باید فعال باشد در دعوت به سوی دین الله، حتی اگر که در راه الله اذیت هم بیند، شکنجه هم بیند. برای که شکنجه و یا که اذیت دیدنی انسانایی که دعوت میکنند به خیر این از طبیعت بشر است، مگر کسی که الله او را حفظ و حمایه کند. انسانی کسی که به حق به دین الله دعوت میکند وای همه وقت در زیر شکنجه است، در زیر اذیت و عذاب است، لیکن اجر و پاداش او را روز قیامت از الله میگیرد. چقدر که الله عز و جل میگوید ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. سوره انعام آیه 34. هر آینه رسولانی که پیش بدن تکذیب شدند، قومشان آنها را دروغ شمارید، دعوت آنها را انکار کردند، آنها را دروغگو گفتند، پس آنها در مقابل تکذیب قومشان برایشان آنها صبر ورزیدند، صبر کردند، طاقت کردند و اذیت و شکنجه دیدند در راه دعوت. حتی در آخر چی شد؟ نتیجه شد حتی تا آنی که
برای آنها پیروزی الله آمد. یعنی در آخر آنها پیروز شدند، الله آنها را نصرت داد. چه قدری که اذیت و شکنجه برای انسان قوی‌تر می شود، سخت‌تر می شود، همان قدری دیگر پیروزی و کامیابی نزدیکتر می شود. شرط نیست که پیروزی در راه دعوتش خاص در وقت حیاتش باشد که در وقت حیاتش نتیجه دعوتش دریافت کند، تحقیق شود، ولی شاید پیروزی و نصر در راه دعوتش بعد وفاتش باشد که الله بعد وفات او در دل مردم دعوت او را جای میکند، مردم دعوت او را قبول میکند، مردم با آن چه دعوت میکرد چنگ میزنند و اینم پیروزی میشود، نصر میشود در راه دعوت، در حالی که او وفات کرده است و رفته است. در طریق دعوتش، در راه دعوتش بسیار اذیت بیند، بسیار گپای ناسزا و زشت شنود، ولی انسان باید از قول باشد، از فعل باشد، باید صبر کند. چخیلی که پیغمبران را چی گفتند؟ جادوگر گفتند، دیوانه گفتند، بسیار گپای ناسزا زدند، ولی در آخر پیغمبران پیروز شدند و دعوت آنها پیش رفت و مردم آنها را پیروی کرد. هر یک پیغمبر، چخیلی که الله میگه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، ما این گونه برای هر پیامبری دشمنان از مجرمان قرار دادیم. برای همین هر یک پیامبر در برابر خود دشمنی داشت از مجرمان. برای همین برای هر یک دعوتگر در مقابل اون باید صبر پیشه کند. چخیلی که الله میفرماید فاصبر لحکم ربک، پس شکیبا و صابر باش برای حکم پروردگار. خیلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون. خیلی وقتی هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طائف اون قوم زدن و چهره پیغمبر بزرگوار به خون آلوده شد، باز در مقابل پیغمبر چی میگفت؟ ای الله گناههای قوم مرا بیامرز، فانهم لا يعلمون، هراینا آنها نمیدانند. صبر به سه نمود تقسیم می شود. یکم نمودش صبر علی طاعت الله، صبر کردن به طاعت الله. دوم صبر عن محارم الله، صبر و طاقت از چی؟ از معصیت و از آن چیزی که الله حرام کرده است انسان باید صبر کند، دست نزند، کناره‌جویی کند. سوم و صبر چی؟ و صبر به قضا و قدر الله که الله عز و جل برای انسان میبیارد، یا بلا باشد یا مصیبت باشد یا کسی او را اذیت میدهد، اینم همش بلا هست. صبر چی است؟ مصیبت و بلا هست که الله میارد. بعد در مقابل همینها انسان، در برابر اینها انسان باید، مسلمان باید صبر پیشه کند و یگان خشم و غضب و ناراضگی در مقابل اینا بیان نکند. و مؤلف کتاب میفرماید که دلیل میارد سوره عصر را که الله عز و جل میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. و دلیل به همین مرتبه های 4 مرتبه گفتیم الله سوگن میخورد والعصر، قسم میخورد به سوره عصر که معنای سوره عصر این چی است؟ دهر و وقت، که اون در همین وقت، یعنی وقت این چی است؟ این محل یا که جای چی است؟ جای رویداد حادثه های یا خیر باشد یا بدی باشد. و الله عز و جل سوگن میخورد که انسان، هر یک انسان در زیان است مگر انسانی که وصف شده است به همین 4 صفت، یعنی که هر یک انسان در زیان است و در خسارت است مگر همون 4 صفت هایی که اگر داشته باشد، اگر همین 4 صفت ها داشته باشد در زیان و خسارت نیست. یکمش ایمان، دومش عمل صالح، سومش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، عمل نیک داشته باشد، عمل نیک کند و به حق وصیت کند و صبر پیشه کند. چون که ابن قیم رحمه الله میفرماید، میگه جهاد نفس میگه 4 مرتبه دارد. یکم مرتبه جهاد میگه انسان باید کوشش تلاش کند برای چی؟ برای آموختن دین حق، اون دین حقی که کامیابی و رستگاری و نه خوشبختی و خوشنودی را دریافت نمیکند در حیاتش و نه در روز قیامت مگر به همین چیز. یعنی انسان باید در راه دین باشد که کامیابی و رستگاری در راه دین است، که آموزد دین. دوم کوشش تلاش کند به عمل کردن بعد آنی که دین آموخت به همون دین عمل کند، این دوم است. سوم کوشش تلاش کند به چی؟ وقتی که آموخت و عمل کرد خودش، پس به الله و به دین الله دعوت کند، مردم تعلیم دهد، هم دعوت کند هم مردم تعلیم دهد اون کسی که نمیداند. چهارم کوشش کند، تلاش کند به چی؟ به صبر کردن در همین دشواری های دعوت. یعنی در دعوت وقتی که انسان دعوت آغاز میکند، در راه دعوت دشواری ها او را پیش میبرد، اذیت و شکنجه پیش میبرد. پس همه اینا از کی؟ از خلق، از مردم، از منافقان و دیگر کافران، از دیگران. همه اینا باید تحمل کند، صبر کند، طاقت کند
در راه الله. همین 4 مرتبه اگر پر شوند در انسان وای در زیان و خسارت نیست. یکم دانستن دین، دیم عمل کردن دین، سوم دعوت به همون دین، چهارم صبر کردن در راه دعوت. همین 4 چیز کسی که همین 4 چیز پیشه کند و حیاتش در اینا گذراند وای خلی که الله میگه وای در خسارت و زیان نیست. برای الله عز و جل قسم میخورد به عصر، میگه که هر یک انسان در خاری و خسارت و زیان است. چقدر که اگر مالم داشته باشد، فرزند بسیارم داشته باشد، با نفوذ و با شرف و ثروتمندم باشد، در خسارت و در زیان است، مگر همون انسانی که همین 4 وصف را دارد، پس در زیان نیست. الله چه قسم میخورد؟ والعصر، با عصر قسم میخورد. ان الانسان لفی خسر، انسان هر آینه در زیان است. کی در زیان نیست؟ الا الذين امنوا، مگر کی؟ مگر آن کسانی که ایمان آوردند، به الله ایمان آوردند. ایمان چه در بر میگیرد؟ آن عبادت هایی که به سوی الله انسان نزدیک میکند از اعتقاد صحیح و علم نافع و علم سود بخش و عمل الصالحات. دیم عمل نکو انجام دهد. هر یک قول و فعلی که انسان به الله مؤمن به الله نزدیک میکند و همون عمل نیک برای الله خالص، نیت خالص باشد برای الله و پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم باشد، عمل نیک. سیم تواصوا بالحق، ای مردم دعوت کند به چی؟ انجام دادن فعل خیر و مردم تشویق و ترغیب کند به چی؟ به عمل نیک. چهارم گفتیم و تواصوا بالصبر، همدیگر به چی وصیت کنند؟ همدیگر به صبر وصیت کنند. به صبر در چی؟ برای ادا کردن امرهای الله و ترک کردن آنچه که الله حرام کرده است و صبر و شکیبا بودن به چی؟ به اون قضا و قدری که به انسان می آید، چه مصیبتی بلای نباشد. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر در چه در بر میگیرند؟ امر به معروف و نهی از منکر. برای چی؟ برای که برپاشدن امت محمد صلی الله علیه و سلم و نکویش و پیروزیش و اون شرفی که شرف و فضیلتی که دارد به چی است؟ به دعوت است. چخلی که الله عز و جل میگه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. الله چی میگه؟ شما بهترین امتی هستید. ببین الله ما را بهترین امت میگه، امت محمد صلی الله علیه و سلم. سببش چی است؟ بهترین امت هستید که برای اصلاح مردم، اصلاح جامعه پدیدار شده اید. به کار شایسته و پسندیده فرمان میدهید و از کاری ناپسند و زشت مردم باز میدارید و به الله ایمان می آورید. یعنی شایستگی امت محمد در چیست؟ در دعوت به کار نکو و مردم باز داشتن از کاری بد و زشت. این است خیریه امت محمد صلی الله علیه و سلم. و چه خیلی که امام شافعی رحمه الله میفرماید اگر الله یگان حجت دیگر غیر همین سوره عصر به مردم نازل نمی کرد، فرود نمی آورد، همین سوره برای مردم بسنده بود. امام بخاری میگه که در کتابش باب دارد. باب چی؟ باب علم پیش از چی؟ پیش از گفتن و پیش از عمل کردن. یعنی پیش از یک گفتن و عمل کردن انسان باید علم داشته باشد که یک بگوید و عمل کند. و دلیل قوله تعالی، دلیل میبرد که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبی، بدان که هر آینه نیست معبود به حق شایسته عبادت مگر الله و برای گناهت طلب آمرزش بخواه از الله. پس امام بخاری چی گفت؟ سر آغاز کرد باب شب چی؟ پیش به علم پیش از چی؟ از سخنگویی و عمل کردن. امام شافعی کی است؟ امام شافعی ابو عبدالله محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمی القرشی که سال 150 به دنیا آمده است و در مصر وفات کرده است 204 هجری. یکی از امامان چارگانه است. بعد این سخنی که امام شافعی گفته در بالا گفت این معنا ندارد که یعنی که همین سوره عصر بسنده است برای همه مردم همچون شریعت. نه، یعنی این مقصد امام همین است که برای چی؟ برای ترغیب و تشویق کردن به تمسک به دین الله، به ایمان آوردن و عمل نیک کردن و دعوت به سوی الله و صبر در همین راه. مراد و مقصد امام همین است، نه اینکه یعنی که سوره عصر بسنده است همچون شریعت برای همه. و امام بخاری کیست؟ امام بخاری ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره بخاری در بخارا به دنیا آمده است. در شوال سالی 194 هجری تولد شده است و یتیم به وای رسیده است. در چی؟ در زیر پرستش مادرش و در خرتنگ، یک شهرچه‌ای که دورتر از سمرقند است، در شبی عید رمضان سالی 256 از دنیا گذشته است. و امام بخاری دلیل آورده است همین آیت. به چی؟ همین آیت دلیل آورده است که برای واجب است انسان باید
باید چی کند؟ آغاز کند. اول به علم، آموختن دین آغاز کند. پیش از چی؟ پیش از سخن زدن و عمل کردن. پیش از مثل اهل بدعت نه که پیش از آنه که آموزند اونا عمل میکنند، نادانسته از روی جهالت عمل میکنند. ولی انسان باید دین آموزد، قرآن سنت آموزد و از روی هوا و هوس عمل نکند. برای انسان بداند اول، پس دویم درجه اون عمل کند. برای که این یعنی که دلیل عقلی نظری است و دلالت میکند به اینه که انسان باید علم آموزد. پیش از چی؟ پیش از یک سخن زدن و عمل کردن. اگر انسان سخن زد یا که عمل کرد و سخن او و عمل او درست نمی شود و قبول نمی شود تا آنی که به چی باشد؟ موافق قول الله و رسول نباشد، قبول نمی شود. و انسان نمیداند که عمل او، سخن او آیا موافق شریعت هست یا نیست مگر به چی؟ مگر به آموختن، که آموخت میفهمد. این معنا دارد که در دین الله از خود سخن نزند، باید آموزد و عمل کند و به سوی چی؟ دین الله دعوت کند. این است طریقه درست، راه درستش که انسان دعوت میکند. خلاصه این به همه تعلق دارد. همه مردمانی که حاضر در دین فتوا میدهند و بی علم، ناآموخته، و مردمانی که ناآموخته عمل میکنند، از روی جهل بی سوادی در بدعت میافتند و عملی ناشایسته و ناپسند انجام میدهند که نه از روی شریعت است، نه از روی گفته الله و گفته رسول است صلی الله علیه و سلم. باز درس دوام دارد. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.